برگزاری مسابقات پرشور و هیجان انگیز فوتسال در شهر طالقان مرکز تخار. مسئولان تربیت بدنی و ورزش تخار میگویند آنان این مسابقات را میان 8 تیم برتر از شهر طالقان به همکاری مالی یک مؤسسه به هدف تشویق جوانان به ورزش و ترویج مشارکت اجتماعی و روحیه همبستگی در این ولایت را اندازی کردند. به گفته آنان رشد ورزش باعث پیشرفت کشور و جامعه سالم خواهد شد و باید نهادهای خصوصی و اماراتی در راستای حمایت از برنامه‌های ورزشی بیش از پیش سهم فعال بگیرند. هدف از برگزاری از مسابقات رشد ورزش و نهادینه شدن ورزش است که ما بتوانیم فرهنگ ورزش با استفاده از همکارای مؤسسات ملی و بین‌المللی که با ما همکاری میکنند بتوانیم که ورزش فرهنگش در میان اقشار مختلف جامعه نهادینه بسازیم. مسابقه فوتسال که امروز شما شاهد ازی هستین بین 8 تیم برگزار شده. این برنامه به منظور ارتقای استعدادها و همچنان آزمایش استعدادهای جوانایی که اینجا فوتسال میکنن، ورزش میکنن، به این منظور برگزار شده. در این حال شماری از ورزشکاران با ابراز خرسندی از برگزاری این مسابقات میگویند با تامین امنیت و فراهم شدن فضای مناسب روند برگزاری رقابت‌ها نسبت به گذشته بهتر شده و نیز زمینه‌های خوبی برای فعالیت‌های دوامدار ورزشی در کشور مخصوصاً تخار فراهم گردیده است. پیام من می است که تا که میتونن در قبال که دیگه کارهای روزمره خود انجام میتن یک تایم ورزش، چه فوتبال، چه والیبال، چه جیم، چه فری فایتر، بخشی که است مقصد یک تایم ورزش داشته باشند بسیار مفید است. یکی از راههایی که ما میتونیم یک ملت و یک مردمی صحتمند و سالم داشته باشیم امی از طریق ورزش هست. از سوی هم شماری از باشندگان تخار که برای تماشای این مسابقه آمدند میگویند که برگزاری چنین برنامه‌های ورزشی در راستای تحکیم وحدت و باهمی جوانان مؤثر است. ورزش ضامن سلامتی و چیزی که اینجا گفته ورزش برای صحت، ورزش برای زندگی. یعنی وقتی که از شعار اینا فهمیده میشه ورزش خودش زندگی است. مسابقه فوتسال بسیار یک مسابقه خوب و دیدنی و جالب است. دیگه فوتسال، فوتبال، تمام ورزش‌ها به سلامتی انسان بسیار مفید است. گفتنی است این مسابقات میان نزدیک به 100 تن ورزشکار و با حضور تماشاچیان از سوی آمریت تربیت بدنی و ورزش تخار به حمایت مالی یک مؤسسه برای 2 روز در جمنازیوم این ولایت را اندازی شده است.